دادگاه ناحیه شاه منصور دوشنبه یک راننده را برای پخش نابالغ به 6 سال زندان محکوم کرده است. ریاست کارهای داخلی دوشنبه گفت رجا احمد رفیع 4 اپریل امسال یک نوریس 8 ساله را پخش کرده است و این نابالغ در جای حادثه به هلاکت رسید. در حالی که نظر راننده محکوم شده به قضیه معلوم نیست، پلیس دوشنبه گفته است او در حالت سرخوشی و زیر تاثیر داروی لیریک قرار داشت. دادگاه رجا احمد رفیع را در ویران کردن قاعده حرکت که باعث مرگ انسان می شود گناهکار دانسته او را 6 سال زندانی کرد. همچنین این مرد بعد آزاد شدن 10 سال حق رانندگی ندارد. معلوم نیست که رفیع در دادگاه تا کجا گناهش را اعتراف کرده است. ریاست کارهای داخلی دوشنبه با نشر این خبر از ساکنان طلب کرده است که هیچگاه در حالت سرخوشی یا زیر تاثیر مواد نشه‌دار رانندگی نکنند. سالانه در صدمه‌های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوب یک عمری می‌شوند. طبق اطلاع رسمی سال 2025 در پی صدمه‌های نقلیاتی در تاجیکستان 643 نفر جان باختند.